مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 24 نوامبر سال 2023 از آشکار شدن 3 حالت دزدی در شهر گلستان و نویه‌های خوالینگ و دوستی خبر داد. از جمله به شعبه وزارت کارهای داخلی شهر گلستان با عریضه مرد 54 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که شب 21 به 22 نوامبر سال 2023 تقریبا ساعت 01:00 دقیقه شخصان نامعلوم به طریق پنهانی به مغازه‌اش در آمده از آنجا 1300 سامانی، 12000 روبل روسی و 2 تلفن موبیلی تمغه سامسونگ را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده در عموم 5370 سامانی را تشکیل داده است. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی فوری و جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 32 ساله ساکن ناحیه باباجان غفوروف که پیش با ماده 237 قسم 1 و 339 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است، با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخلی در نوحه خوالینگ عریضه مرد 63 ساله ساکن همین نوحه وارد گردیده است که اولای ماه سپتامبر سال 2023 شخصان نامعلوم به طریق پنهانی از چراگاه دیهشان 500 چاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 40000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 28 ساله ساکن ناحیه بلجوان که پیش با ماده 245 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است، همچنین گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. همین طریق به شعبه وزارت کارهای داخلی در نوحه دوستی با عریضه مرد 30 ساله ساکن نوحه مذکور مراجعت نموده است که شب 20 به 21 نوامبر سال 2023 تقریبا ساعت 01:00 دقیقه شخصان نامعلوم با طریق پنهانی از زمین‌های خوجگی دیقونیش یک سر چاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانده شده 13000 سامانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی فوری و جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 28 ساله ساکن امین نویه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید بین حادثه و تفتیشات ادامه دارد.